چی بهتر برای شما مهم است؟ آرامی در اویلا یا حقیقت؟ حقیقت. حقیقت. بله. حتی در حالی که اویلا ناآرام شود. بیزار حقیقت. که وطن برای شما چی است؟ و من دائم گفتم که اون حرفی افسانه و واهمانه وطن برای من هم جیبارچه پیش خانه مانست. من همیشه همین میگم وطن برای من هم درخته که آلوچه مانست. وطن برای من هم دختره که همسایه است که من از پشت دیوار عاشقش شده بودم. وطن برای من هم ورزشگاه میدان که فوتبال خاکی ما. وطن برای من هم کوچه که هست که در کوچه تنگ من کلان شدم، پدر من کلان شد و امروز بچه‌های من کلان شده. یعنی چه خیلی میشد اینا را دوست نداشت، چه خیلی میشد اینا را دوست نداشت پاتریوت باشه. یعنی اگر فکر میکنم پاتریوت بودن همین باشه دل من دیوانه‌وار اینا را دوست می‌دارم. جناب بیک صبور محبت کنین بعد از 10 سالی که رئیس خدمات شدیم برای ما با سرعت‌ترین اینترنت بیارین در منطقه که ما هر وقت 3G و 4G را داشتیم تو شما اومدن. ارزان‌ترین اینترنت بیارین در کشورهای اسنگی که بعد از ترکمنستان ما قیمت‌ترین اینترنت داریم. قرقیزها از قزاق‌ها اینترنت با نرخ قیمت می‌خرن و با نرخ 1 برابر ارزان به شهرونداشون می‌فروشن و با سرعت 10 برابر از ما بالا. این هم دلیل میکنه که ما در دوشنبه بینای بلند داریم کوهامون ما را از دیدگاه چی خبر میرسه. همینا بگیم ما از خدمات علاقه خواهش کنیم. مشابهان ما در روسیه زندگانی میکنند. با آنها صحبت کردن طریق اینترنت مشکلی نیست، اما بعضن وقت هنگام فرستادن مبلغ بعضی مشکلی ها به میان میآیند که مثلا کمیسیا زیاد است یا اینکه دیگر. و فکر کنم بسیاری ها هنگام فرستادن مبلغ به تاجیکستان این درد رو الکی احساس کردند. برای همین میخوام به شما کارت دبیتی تینکوف بلک رو که به شهروندان خارجی نیز دسترس است توصیه دهم. با 30% کشبک از خریدها و درآمد هر ماه از باقی مانده مبلغ. برای گرفتن کارت با سیلک در زیر این برنامه بوده گذاشته درخواست گذارید و کارت شما با کدام کنج روسیه نباشد دسترس کرده می شود. اینچنین با تینکوف بلک شما می توانید با دولت‌های اتحادیه دولت‌های مستقل به کمیسیا و تز پول فرستید، به پول حساب خود را پر کنید، پول نقد را به کمیسیا گیرید، تا 7% درآمد از باقی مانده مبلغ کارت هر ماه گیرید، تا 15% کشبک با 4 نمود صرف که هر ماه انتخاب کرده می شود و از خریدهای تخفیف‌های پارتنران بانک تا 30% کشبک گیرید. برای همین زودتر با سیلک در زیر ویدیو بوده گذارید و کارت دبیتی تینکوف بلک رو دسترس نمایید. خواهش میکنم برادرای عزیز، من هر وقتی که در مورد ضد روسیه برنامه گزارش میکنم میگن که ما را میخوراند میپوشند. شما را روسیه نمیخوراند، شما را حکومت پوتین نمیپوشاند. این همین دست و پنجه هایی که دارید، این هم پاهایی که دارید شما را همونا میخوراند. یه بار کار نکنین. بله کو حکومت روسیه برای شما مبلغ میتید. اینا بس تا نفقه های مردم سابق شوروی را برای که به جانش زور آمد. یعنی دست و پنجه های خودتون میند دارشین. خواهش میکنم با کمترین مبلغ برای شما از یاد مهاجرای دنیا میتید، بدترین مناسبت شما را در ادروی مهاجرت دنیا براتون میکند. امروز بچه‌ای که اروپا رفتن، آمریکا رفتن، باهاشون تماس بگیرن ببینن که با مهاجر باید چه خیلی مناسبت کنن در دیگر کشورها. بدترین مناسبت از طرف پلیس مسکو و پیتر خب دیگه شهرش مایل با مهاجر. در صفحه یوتیوبتون در قفایتون قصر ملت و شما اشاره به قصر ملت کردید با دستتون. خب مقصد یا اون عکس شما چی است؟ شما یعنی با کدام خاطر اون عکس گیرید؟ نامش چی گفتیم اون بینو را؟ قصر ملت. خب دیگه جوابش هم همین است که یعنی این ملت، این قصر، این سرزمین ارزش عالی بودن ندارد. این توگمچه عالی است همیشه و ما ارزش عالی زیسته نداریم، ما ارزش عالی بودن نداریم، ما ارزشی نمیدونم در همه چیز عالی باید باشد. ورزشمون عالی باشد، فرهنگمون عالی باشد، اقتصادمون عالی باشد، ژورنالیستیک و سیاستمون عالی باشد. با همین خاطر من در اون قصر پرزیدنت نمیبینم، من در اون قصر ملت میبینم، چون نامش قصر ملت است. درست که در دوران حکومت پرزیدنتی رحمانوف این قصر ساخته شد و به نام اون میماند، ما میخواهیم نمیخواهیم اینا، و ولی اون قصر از ملت است، نامش هم همین گونه گذاشته شده. برای همون من تومچه عالی کردم برای ملت. انسان چی است؟ یعنی آری از گناه نیست. ما داریم این در ذهن ما هست که خداوند است فقط پاک و بیگناه. ما انسان هم حتما خطا میکنیم، گناه میکنیم. اگر بازم میگم که کجایی کردم، من بخشش میخواستم از یک که اون بیننده هایی که اینجا هستن با مقابل کسی حرف ناجای گفتم، دغا و گفتاری کردم، با جای قدم موندم که باید نمیموندم، حرفی گفتم که باید نمیگفتم. اگر گناه هست، اگر خطا است، عذر. маблағи дуздидашударо ба кӯдаки гурусна додан хайр мешавад ё не? хайр барои ман хайр мешавад.
از طرف من به فکر من. حالی اینجا بحث به میون میاد. این یک سوالی است که گیرش باید بحث شود. اگر از یک ثروتمند میدزدی حتما خیره، ولی اگر از یک بیچاره دیگر میدزدی به یک بیچاره دیگر خیر میکنی، جوابگاری داره پیش وجدان و پیش خدا و پیش کودکای اون بیچاره دیگر. ولی من میشنم این کارا میکردم، خیر بود. یک بینو که دوستش میدارم. چه خانه راحت از اون بینایی که امروز مانده است. یک دولت غیر از تاجیکستان. برای چی؟ چون که تاجیکستان وطن تنش ما همیشه میگیم که وطن دیگره، و باز میگه که برای ما تاجیکستان. من میخوام دولتی را بیام که شما رفتن میخورید. نروژ. گناهگار و بیگناه همه اینجا حق زندگی کردن دارن.